کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک مرد و یک زن با یکدیگر وعده میدهند که ما هیچگاه در حق یکدیگر بی‌وفایی نمیکنیم. مرد به زنش میگوید که اگر تو از عالم گذری پس من هیچگاه زن نمیگیرم، و زن هم به شوهرش میگوید که اگر تو نیز از دنیا گذری پس من هیچ وقت شوهر نمی کنم. با امر تقدیر زن پیش از مرد وفات می کند. مرد بی نهایت زنش را دوست می داشت. به سر قبر زنش می رود و 30 سال گریه می کند. یک روز حضرت عیسی علیه السلام از این کوهستان گذر می کند. نگاه می کند که یک مرد در سر قبر زنش بی نهایت گریه دارد. پس حضرت عیسی علیه السلام می پرسد: ای مرد، چرا اینقدر گریه داری؟ مرد می گوید: من با همسرم گفته بودم که بعد وفات تو هرگز همسر نمیگیرم. از زنم نیز به من وعده داده بود که بعد وفات تو هم من هم شوهر نمی کنم. اگر من برای این زن وفادارم است. بعدا حضرت عیسی علیه السلام به این مرد می گوید: ای مرد، تو اینقدر گریه مکن، آخر بسیاری زنها بی وفایند. مرد باشد می گفت: نه همسر من با وفا بود. بعدا حضرت عیسی علیه السلام به آن مرد می گوید: ای مرد، آیا میخواهی که باقی مانده عمرت را 2 تقسیم کنی؟ مرد میگوید: بله میخواهم. در همین لحظه حضرت عیسی علیه السلام دعا می کند و قبر آن زن گشاده می شود و آن زن از قبر بیرون می آید. زن بی نهایت زنی جوان بود و مرد باشد از درد و غم زنش لکه موی سرش سفید شده بود و 15 سال گشته بود. حضرت عیسی علیه السلام هر دویشان را از سر نو نکاح می کند و می رود. مرد از همسرش خواهش می کند تا یک لحظه سرش را در زانه زنش بماند و استراحت کند، زیرا از گریه بسیار خسته گردیده بود. در همین وقت یک شاهزاده زیبا از نزدشان می گذرد. نگاه می کند که یک موی سفید سرش را در زانه یک دختر جوان گذاشته ایستاده است. پس از دختر می پرسد: ای دختر، این موی سفید کی است که در زانه تو خواب است؟ دختر در جواب می گوید که این موی سفید مرا دزدیده است. دوستان ببینید که زن چگونه دروغ میگوید. خلاصه شاهزاده به دختر میگوید: ای دختر، بیا با من میرویم. زن باشد آهسته آهسته سری موی سفید را در زمین میماند و به اسب شاهزاده سوار شده میرود. ناگهان موی سفید بیدار شده از پس آنها میدود، میگوید: استید، آخر زن من را کجا میبرید؟ زن به شاهزاده میگوید که زنی او نیستم و دروغ میگوید. شاهزاده به موی سفید میگوید: از پس من نیا که تو را به دار میآویزم. موی سفید باشد همسرش را دوست می‌داشت تا در بار شاهزاده از پس آنها گریه کرده می‌رود. شاهزاده فرمان می‌دهد که او را به دار آویزید. باز موی سفید می‌گوید که آخرین همسری حلالی من است. شاهزاده می‌گوید: یا شاهد داری؟ موی سفید در حال حضرت عیسی علیه السلام را به خاطر می‌آورد و می‌گوید که بله شاهد دارم. بعدا شاهزاده موی سفید را آزاد می‌کند تا رفته شاهدش را بیارد. موی سفید گریه کنان به یک دشت می‌رود و فکر می‌کند که حضرت عیسی علیه السلام را از کجا پیدا کنم تا برایم شاهدی دهم. موی سفید حضرت عیسی علیه السلام را در خوابش می‌بیند که حضرت عیسی علیه السلام به موی سفید میگوید: ای موی سفید، من چندین مرتبه تو گفتم که زن بی وفا است، ولی تو سخن مرا باور نکردی. استید به یک خلاصه بیایید. اکثریت زنهایی که هستند به شوهرانشان میگویند که من برای تو میمرم، من بی تو نمیتوانم و یا تو را از جانم زیاد دوست میدارم، ولی دیری نگذشته میبینیم که با تلفن با دیگر مرد راست گرفته است. مگر همین خیانت و فریب کاری نیست؟ یا اینکه مرد از روسیه به همسرش زنگ میزند که همسرش بند است. پس از زنش میپرسد که همسر کجا اینقدر گپ میزنی؟ زن باشد فریب کرده میگوید: با بچه تقایم و یا با خواهرم گپ زدم. و عموما برادران و خواهران، آن مردها و آن زنهایی که در عقد نکاحی یکدیگر هستند. البته در این روز و زمانه خیانت فقط از جانب زنها نیست. امروزها هستند آن مردهایی که در این شهرهای مسافرت آمده و بسیار آن زنهای